با سلام خدمت شما دوستان عزیز. مسائل در مورد اسرائیل بسیار زیاده، میشه ساعت‌ها و ساعت‌ها در موردش صحبت کرد. من فکر کنم نقطه عطف یک سری از کارهایی که اسرائیل میکنه در یک چهره هست که سالها دور از رسانه و مدیا بوده، به نام موسی حسن یوسف، کسی که پسر حماس خونده میشه، یعنی به اسم پسر حماس معروفه. کتابی هم داره به نام کتاب سان حماس یا همون کتاب پسر حماس. پدرش از مؤسسین حماس طبق ایدئولوژی معروف یاسر عرفات به عنوان کشور فلسطینی که در واقع اصلا وجود نداره، یعنی چیزی که به عنوان کشور فلسطین اصلا وجود نداره، پرچم هم نداره، اینا در تمام صحبت‌های موسی حسن یوسف که خودش از قلب حماس اومده بیرون هست. موسی حسن یوسف کسیه که توی سن 16 سالگی با اینکه پدرش که ایشون هست که دارید در تصویر می‌بینید میگیرنش به جرم جاسوسی برای اسرائیل. می‌بینه بسیاری از افراد همسن خود اون زندان هستن که بسیاری از اونا به دست خود حماس به قتل میرسن. حماس سندی نداره که ثابت کنه که اون افرادی که بازداشت شدن با اسرائیل کار میکنن. یه ذره شک میکنه، اینا رو میندازه تو زندان و پخ. موسی حسن به عنوان یک ایجنت مخفی اسرائیل و موساد کار میکنه برای اسرائیل، به خاطر که با ایدئولوژی بربری نابودگرایانه اسلامی حماس و حتی خود دین اسلام مخالف بوده. شرح میده که چرا مخالفه و چرا کشور فلسطین اصلا وجود نداره. من بعداً یه خانم دیگه هم نشون میدم، اونم عربی هست که در اسرائیل هست. در مورد این خانم هم صحبت میکنم که ببینید تطابق دارن صحبت‌های موسی حسن یوسف و اون خانم. اشغال فلسطین در واقع یک تئوری یاسر عرفاتی هست و هیچ اشغالی صورت نگرفته. تمام مرزهای وست بانک و غزه همه باز. یوسف که خودش اونجا میگه ما اصلا فلسطینی نداریم، ما 2 تا نژاد عرب داریم اونجا که ما از اونا هستیم. یک قوم نیست اصلا و یک نژاد نیست. موقعی که موسی حسن یوسف میاد این حرفا رو میزنه، رسانه‌های چپی میان علیش موضع میگیرن، ولی متوجه میشن که دنیا دست کی آقا، اصلا چه خبره؟ ما میگیم ریور تو د سی، پلستین شود بی فری، ریور تو د سی یعنی که هیچ یهودی وجود نداره. این اصلا جز چارتر حماس، یعنی حماس به این دلیل شک میگیره که هیچ یهودی وجود نداشته باشه. که در 7 اکتبر حمله میکنه به اسرائیل، نباید توقع داشته باشه که اسرائیل بشین شما نگاه کنه. بارها گفتم که برای اسرائیل کاری نداره حماس رو در عرض 2 دقیقه، حزب الله رو در عرض 3 دقیقه، حالا 2 دقیقه نه 2 روز و 3 روز، و جمهوری اسلامی رو کلا میتونه در عرض 2 هفته نابود کنه. ترکیه هم این وسط هیچ غلطی نمیتونه. مدرنیزه بودن و مکانیزه بودن و دیسیپلین ارتش اسرائیل بسیار بسیار پیشرفته است. همونطور که موساد الان همه سازمان‌های اطلاعاتی رو گذاشته تو جیبش. من همه متوجهن دیگه چجوری حسن نصرالله رو زد، چجوری داره رهبران حماس دونه دونه میزنه، چجوری به پیجرها دسترسی پیدا کرد، پیجرها در واقع خودش فروخته بود به اینا. به هر روی پسر حماس نقش کلیدیشو جایی بازی میکنه که دنبال افرادی میگرده که مثلا میگن این آدم روح شبحه، اصلا معلوم نیست کجاست. کارش کلا شناسایی اونا است. یکی از افرادی که شناسایی میکنه فردی هست که طراح تمام بمب‌های انتحاری هم هست. داستان جالبش اینجاست که موسی حسن یوسف وقتی اینو گیر میندازه و اطلاعات به اسرائیل میده، شروع میکنه اسرائیل میره. در اون لحظه دختر فردی که بمبا رو میساخته وارد ماشین میشه. موسی حسن یوسف میگه بزنید، به این راحتی نمیتونیم اینو بگیریم. ارتش اسرائیل میگه نه نمیزنیم، این دخترش سوار ماشین شده. تمام عملیاتایی که اسرائیل انجام میده علیه حماس، علیه حزب الله، نصفش که انجام نشده به خاطر اومدن افرادی است این وسط که بیگناه جورایی، و اینو در هیچ جای نمیبینیم. ما هم در حمله آمریکا به عراق اصلا هم چیزی ندیدیم، در حمله نمیدونم انگلستان به آلمان هم چیزی رو ما ندیدیم در جنگ جهانی دوم، ولی اسرائیل این کارو میکنه. برای نمیخوام به مسئله غزه الان بپردازم، کلا میخوام روی موسی حسن یوسف فوکوس کنم و چهره‌های دیگه‌ای رو میخوام براتون توی یوتیوب بذارم، از اون چهره‌ها صحبت کنم که اصلا شناخته شده نیستن شاید برای شما، و داستانای پشت پرده اینا رو اصلا شاید ندونید که ببینید چه اتفاقاتی اصلا رخ داده. خیلی از مورخین هم دستکاری میکنن که یه جور به نفع جبهه مقاومت پوشالی باشه، یه جور به نفع جمهوری اسلامی باشه، یه جور به نفع چپ ها باشه. واسه همین نمیشه حقایق خیلی
کشف کرد. به هر روی اینو نمیزنن، خودش عامل انتحاری میشه که مثلا شما تو اسرائیل هر جا یک کلاب میترکید اونجا، بالاخره یه جا گیرش میارن و میزننش. یعنی یک شبح حماس رو بعد از 8 سال میزنن. الان مصاب حسن یوسف کجاست؟ الان در آمریکا تحت حفاظت موساد هست و بسیار از کسانی تارگت اسرائیل بودن تو همین جنگ غزه تمام اطلاعاتشون رو مصاب حسن یوسف داده بوده به اسرائیل، دقیقاً بیخ گوش بابا. الان داریم میبینیم که اسرائیل چجوری در عرض 3 روز حزب الله رو نابود کرد. ببینید واقعا مکانیزه بودن و پیشرفته بودن ارتش اسرائیل انقدر بالاست که برای خود غربی ها و آمریکا و حتی روسیه هم تعجب آوره. موقعی که اردوغان میاد یک دفعه حمله لفظی میکنه به اسرائیل، کلا پاسخی نمیگه، پاسخ کوتاه میده، به خاطر که اسرائیل میتونه ترکیه رو نابود کنه. اصلا جزء حقایق فکت‌های یک ارتش مدرن هست. شما ارتش محمد رضا شاه رو نگاه کنید، صدام حسین یه دونه چرت و پرت گفت، بلافاصله همه یگانهای ایران آماده شدن رفتن توی اروند، رفتن توی عراق. شوخی نیست. شما با چنین ارتشی نمیتونی مقابله کنی به این راحتی. رخنه اطلاعاتی کردی اون زمان با کمک روسیه و اون برج مراقبتی از بین رفت، شما عملا جنگو شروع کردی با اسرائیل. بعد از هولوکاست این سنگین ترین فاجعه برای اسرائیل بوده. توقعش رو اسرائیل نگاه کنه بعد بیاین بگید شما به سوی غزه. وقتی که شما دارید به یک کشوری مثل اسرائیل حمله میکنید، میدونید که اسرائیل برمیگرده. نتانیاهو میره پیمان صلح مزخرفش رو با یاسر عرفات به هم بزنه، بیل کلینتون بیخیال میشه، میره حتی با یاسر عرفات دست میده، ولی بارها به بیل کلینتون میگه آقا اینا آدمای مطمئنی نیستن، شما به اینا نمیتونی اعتماد کنی. ارتش اسرائیل موقعی که 2005 از غزه اومد بیرون، غزه دست حماس بود دیگه، برای چی شما میره اونجا تونل میسازی؟ سرمایه‌ای فرستاده میشه واسه مردمش، 2 میلیون آدم، سرمایه‌ای که از آمریکا میاد فقط اونجا برای 2 نسل ایرانیا کافیه. 2 نسل ایرانیا با 85 میلیون نفر جمعیت. از مصاب حسن یوسف غافل نشیم، سخنرانیاش خیلی جالب. اگه یوتیوب یه وقت نیاد اینو بند کنی یه سری از صحبتاشو بذارم. میگه که پدر من با اون ایدئولوژی که آقا ریور تو د سی پلستان شود بی فری، اول یک پلستانی وجود نداره، دو عامل بدبختی شده شما برای مردم. غیر از اینه که جمهوری اسلامی عامل بدبختی ماست. If there's anyone who really knows how to explain what Hamas really is, it's him. میگه اگر کسی قراره بدونه که حماس واقعا کیه، این مصاب حسن یوسفه. نگاه کنید برجای مراقبتی اینا، تمام اینا از کار افتاده بوده، اینا اومدن تو. چرا فکر میکنم مثلا نتانیاهو دنبال بهانه بوده؟ بیا مگه نتانیاهو احمقه؟ میتونی شما مردمی مملکت رو قربان کنی؟ من جمهوری اسلامیه، من جمهوری اسلامی سینما رکسه که بیاد آتیشش بزنه بندازه گردن محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامه. این شکست عملیاتی بوده برای اسرائیل. طراحش هم ایران بوده، طراحش همین آدمی بود که با حسن نصرالله به درک واصل شد و اعضای حماس بودن که همه میگن که آقا همچین در وا کرده ریختن تو. نه آقا، 300 تا نظامی اسرائیلی کشته شده اون روز. از اون زمان که شروع میکنه به حمله 7 اکتبر برمیگرده اسرائیل میاد جواب میده، آمریکا ترمزش میکشه نمیذاره حمله کنه. چرا با آمریکای چپ گرایی که الان دست جو بایدنه که اصلا پاپت باراک حسین اوباما هست، به خاطر میخواد جون این مسلمان‌ها رو نجات بده دیگه. رئیس بزرگشون الان اوباماست، باراک حسین اوباماست. اوباما شیعه هم. الان اسرائیل جوری حزب الله رو زد که دیگه این حسین اوباما هم دیگه صداش در نمیاد. میره حمله میکنی به کشوری، تجاوز میکنی، نوزاد 6 ماهه میدوزی. در آینده ایران اگر کشوری با یکی از روستاهای کردستان هم همچی کاری بکنه، ارتش ایران باید حمله کنه به اون کشور. حمله نمیکنه، میزنه نصف اون کشور رو ناقص میکنه. وقتی شما یه ارتش قوی داری اصلا نمیتونی بشین این چیزا رو تحمل کنی. همسایه دیوار به دیوار یه جایی بشی که تونل ساخته مدام موشک میزنه. ببین جامعه جهانی و رسانه چجوری میتونه شما رو کنترل کنه. اسرائیل میدونست که اینا دارن آماده میشن ولی نمیتونست اول پیش قدم بشه اینا رو همونجا تو نطفه خفه کنه. اینا که نمیدونستن این برج از کار میفته دیگه، ولی میدونستن که اون داره آماده میشه برای این کار. 5 و 6 اکتبر حماس رژه داشته، یعنی اگه یه دونه موشک میزد اونجا تمام حماسی‌ها میمردن. هیچ حادثه 7 اکتبری هم رخ نمیده. اما آیا کشوری که دموکراسی میتونه کارو بکنه؟ الان داره میره حق خودشو بگیره،
تمام دنیا ریختن بیرون، پرچم آمریکا و انگلیس و فرانسه و آلمان کوبن میریزن زمین، پرچم حماس میبرن بالا. فکر کنید مثلا اسرائیل میرفت پیش قدم میشد. اسرائیل الان میره پیش قدم میشه. حسن خرسی کشابو ناکوت کرد، 3000 تا نیروی و عملیاتی حزب الله رو نابود کرد با پیجه. ما بقیشون رو با بیسیم کور کرد. چیز هولوش بین 3 تا 7000 نفرن. آمار دقیق که اینا نمیدن که. آماری که از تو غزه میاد کی میده؟ حماس داره میده بیرون آمارشو. مگه شما به آمار جمهوری اسلامی میتونی اعتماد کنی؟ مگه شما به آمار مثلا حزب الله میتونی اعتماد کنی؟ چجوری میاد تمام رسانه‌های غربی، CNN، BBC، همه طرفدارای کاملا هریس کمونیستن؟ چرا اسرائیل الان اینقدر حامی ایران؟ چقدر دوست داره خامنه‌ای بزنه؟ اینا داستان مفصلی که من بعدا حتما براتون توضیح میدم. گوشی تلفن گرفته دستش، به مامانش میگه من دارم میرم بهش، 10 تا اسرائیلی رو کشتم، باباش دعاش میکنه. خب بعد اون موشک میخوره وسط باباه، اون میشه غیر نظامی. تازه فکر کنید مثلا این آدم تفنگشو بذاره زمین، غیر نظامی محسوب میشه. با شلوار آدیداس و تیشرت کوفت و زهرمار اومده، نگاه کنید داره چیکار میکنه. Look, Hamas brutality was not a strange thing for me. داره میگه جنایات حماس اصلا برام تعجب نداره. یکی مثل ما هم تعجبی نمیکنه. I witnessed Hamas brutality. میگه من خودم شاهد این جنایات حماس بودم بارها و بارها. یکیش هم ماجرا بود که توی زندان گفتم. بعد شما میگی چشما به سمت غزه، شما چه راهی برای اسرائیل میبینید؟ بعد اسرائیل هم بشه نگاه کنه بگه من یک کشور دموکرات هستم، آمریکا برای چی حمله کرده شما به عراق؟ خودتون برای چی 81 میلیارد دلار پول مملکت و پول سرمایه‌های ملت رو میدی دست آخوندا که آخوندا از اون ور بیان بدن به حماس و حزب الله؟ بعد یه اتفاق بیفته شما ضد جنگی، شما خالی میبندی. برعکس عمل میکنم. یه خانم ایرانی هست به نام ریتا پناهی، در مورد اونم کاملا صحبت میکنم که پته تمام این چپا رو ریخته رو آب. First hand for a very long time when I was in prison. توی زندان بوده. پسر مؤسس حماس تو زندان بوده. این زندانانشون ببینید کجا بودن اینا. They killed people. همینایی که میگن فلسطینی که فلسطینی هم نیستن، همینا خودشون قتل عام میکردن. In the worst possible way. یعنی به بدترین وضع ممکن. شما وقتی که اسلامی رو میبینی به بدترین وضع ممکن نیکار میکشه، معلوم نیست چی به یلدا دادن که میمیره، عمل عام اعدام میکنن. توقع داریم جمهوری اسلامی پاش برسه مثلا به اسرائیل بگه سلام گوگلیا، حالتون چطوره؟ خوبی؟ ما اومدیم بهتون حمله کنیم، اگه میشه سلاحاتون رو زمین بذارید ما بریم اونجا با هم دوست بشیم، شما غذای محلی اسرائیل درست کنیم، ما قرمه سبزی بهتون میدیم. خودشون خندهشون نمیگیره. For suspicion of collaborating with Israel, I cannot pretend that I did not hear their voices. People were screaming day and night in pain of a crime that they haven't or hadn't. تمام موقع که تو زندان میگه صدای جیغ و داد و توی مغز من. آدمی مثل نرگس محمدی و نسرین ستون اینا میرن تو زندان، اونجا میرن هتل. شما اگه یه زندان سیاسی باشی میفهمی اونجا چه صدا جیغ و فریادی میاد. آدم نه اونجا به نفس سرشو میکوبی تو میلای زندان که فقط بیاد بیرون، سرش از وسط پاره شد. این صحنه‌ای نیست که شما به راحتی بتونی ازش بگذری. بعد میبینی طرفدار غزه committed. None of them had a relationship with Israel. هیچ کدوم با اسرائیل توی زندان اینا در تماس نبود. اسرائیل الکی نمیاد مثلا جون یه شهروندی رو به خطر بندازه، بیاد باش کار کنه. شهروندی که اصلا بلد نیست، چیزی حالش نیست. About your story. Of course it was very dangerous situation, but also he's a top leader. So usually who gets punished in that society? Those who don't have power. But the people with his own hands. He slaughtered people, beheaded people with his own hands. میگه خودش مردم به اصطلاح فلسطینو با دستای خودش سر میزده. توقع داره اسرائیل بشینه مثلا کنار اینا بگه
خب حماس دوباره بیا سر کار. اسرائیل وقتی میخواد حسن نصرالله رو بزنه دیگه یه جوری میزنه سالم نیایی تو بیرون. اگه سالم بیای بیرون شما دشمن مردم اسرائیلی. اشتباه بزرگی که کرد اسرائیل آزاد کردن سینوار بود، نجات دادن جون سینوار بود. جون سینوار خود اسرائیل نجات داد. اینا سوء استفاده میکنن دموکراسیا. میگه آدمه رو برده توی سینک زندان، سرشو زده، چشم‌ها به سمت غزه. من بنیامین نتانیاهو بودم اصلا کاری نداشتم اون یک ماه اول. اصلا توقفی که اونجا کرد، ترمزی که اونجا کشید، خودش فهمید که جون گروگانا دیگه رفت. وگرنه نتانیاهو داشت میرفت تو اونجا که اصلا سریع کار جمع کنه بره. خود آمریکا یه کاری کرد این یه ماه اونجا پشت من متوقف بشه، نیروهاش نتونن، نیروهای اسرائیل نتونن وارد بشن. اونجا قید گروگانا رو زد نتانیاهو، چون گفت حداقل نصف گروگانا از بین رفتن با این تصمیم آمریکا. This is his empire. What's Hamas' goal? Well, Hamas این رژه حماسه قبل از 7 اکتبر. اسرائیل نمیتونه جنگنده بلند کنه همه اینا رو بزنه قتل عام بکنه، ولی ببین اسرائیل اومده داره از خودش دفاع میکنه. بچه رو گذاشتن تو آون رو روشن کردن، پوکیده بچه. اومدن زن و دختر یه جوری بهشون تجاوز کردن و داستانشو بری بخونی. خواهر طرف و جلوی داداشش بهش تجاوز کردن، باکره بوده، الله اکبر الله اکبر میگفته، یارو گردن خواهرشو میزنه و برادره رو برمیداره گروگان میبره. شما با این آدما چیکار میتونی بکنی؟ یعنی شما اگه یه کسی بودی همچین هیولاهای به قول مصعب حسن یوسف روبرو بود، چی کار میتونستی بکنی؟ یعنی به نظرم اسرائیل خیلی صبور بود تو این جنگ غزه. doesn't even know what goal they have because their goal is not in this life. Hamas does not believe in this life. Hence they want to kill. میگه حماس به زندگی اینجا اعتقادی نداره. اینا چون اعتقاد به این دارن که آقا بکشی میره زندگی شما تو اونجا پیش 72 تا حوری بهشی شیشه‌ای است، فکرشون اونجاست. یعنی میرن بکشن که برسن به اونا. Then get killed. After getting killed by the name of Allah, they get rewarded in the afterlife. They are the sword of God on earth, and they see the Jewish people as the disobedient, the ideology that. شما نگاه کنید این دستکشای اینا، شما نگاه کنید اصلا این تجهیزات اینا، سلاح‌های اینا، اصلا کاری حالا ندارن به این ایدئولوژیاشون. از کجا میاد؟ پول مدبخت ایرانی‌ها داره میره دیگه. بعد اینا راحت ترین آدمایی که دم دستشونه کیان؟ راحت ترین آدمایی که دم دست اینا هستن یهودی‌ها هستن. اون زمانی که داعش تشکیل شد نزدیکترین آدمای به داعش کی بودن؟ نزدیکترین آدمای به داعش شیعه‌ها بودن. The way of worship. Why would any sane, decent human being would go into a farm, a kibbutz, and kill all form of life, to kill a baby, to burn a baby, based سوزوندن بچه‌رون. on religious, basically defined option. We cannot coexist with Hamas, not as Israel, as free individuals. نمیتونه اسرائیل نمیتونه با اینا همسایه باشه دیگه. People, if there is any, we are here in Khan Yunis area, right above us there is a school. تمام اینا رو میشناسه این مصعب حسن یوسف. چهره‌ای که الان رسانه‌های ایران من واقعا فکر نمی‌کنم مثلا روش فوکوس کرده باشن. مصعب حسن یوسف خودش به زبان خودش میگه پدر من که خودش فاندر حماس بود، همه میرفتیم ساحل اسرائیل قدم می‌زدیم، میرفتیم شاپینگ. یعنی انتفاضه یک که شروع میشه اینا به خودشون هم رحم نمی‌کردن. مرزا آزاد بوده، هم نصفشون تو اسرائیل زندگی می‌کردن. خب شما وقتی انتفاضه میاره که یعنی یهودی‌ها رو بکش، چه توقعی داره؟ مردم بگه آقا زندگی کن کنار ما، به دخترامون تجاوز نمیشه. این دنیای سیاست این چیزا رو بر نمی‌داره. The vast majority of Palestinians are complicit with Hamas because they voted for Hamas. میدونید چرا جمهوری اسلامی آمار انتخابات رو بالا میبره؟ یکیش همین حرفای مصعب حسن یوسفه و بسیار خطرناک. گفت بسیاری از افراد حماس، افراد توی فلسطین طرفدار حماسن، که البته اینو دروغ نمیگه.
ولی تو جمهوری اسلامی میان آمار دستکاری میکنن که بگن ما مثلا 50%، 60%، 70% طرفدار ما هست، به خاطر سیاست‌های اینترنشنالی هست که اینجا استفاده میشه. نگاه کنیم ببین چی میگه. He voted for Hamas. رأی دادن. اینا بعد سیاسی داره. این البته داره درست میگه ها، ولی فردا تو ایران جنگ بشه اون موقع است که دیگه میان میگن آقا ملت ایران بره کنار، ما اینا رو بزنیم. خب نمیاد بهونه بده دست مثلا اون کسی که داره میجنگه، هرچند که اسرائیل کاملا متوجه است و این کارو نمیکنه، اما نمیاد بگه آقا نمیدونم مردم ما هم طرفدار مثلا جمهوری اسلامیه. چرا؟ چون اینا خب چرا رفتن رأی دادن. اینا بهونه‌ای است که میفته دست این چپولا. They protect Hamas. از حماس حمایت کردن، حفاظت کردن. Most importantly, they failed their moral responsibility to condemn Hamas. و میگه اونا تمام شرایط اخلاقی زیر پا گذاشتن و حماس رو حاضر نیستن محکوم کنن، کاری که ولی ما میکنیم. خدا رو شکر ما جمهوری اسلامی رو محکوم میکنیم و ما او کسایی که یکی مثلا حامد اسماعیلو که میگه من حکومت اشکال نداره سر جاش بمونه، ما محکوم میکنیم این چیزا رو. ما جمهوری اسلامی رو محکوم میکنیم، بهش رأی نمیدیم، ازش حفاظت نمی کنی. فکر کنم خیلی طولانی شد، 55 دقیقه شدن. اولین باری که دارم توی یوتیوب صحبت میکنم، نمیدونم هم که الان چجوری اصلا سیستماش چجوریه. خیلی هم دنبال پول مولش این چیزا نیستم. امیدوارم خستتون نکرده باشم. منتظر ویدیوهای بعدی باشید که با هم بیشتر صحبت کنیم و چهره‌های جدیدتری با هم دیگه